مردم شریف تاجیکستان امیدوارم خوب هستین. من یک شهروند جمهوری تاجیکستان ایزو میکشم از یک خیلی شهروندانی که از وطن بیرون ایمینا در یوروپا خودشان رو بنام مخالف مینامند یا که هستن بنام ایشان یا که بنام حاجی از خانه خدا مردم شریف تاجیکا حج کردن دعوت میکنن. یکم کسیفی اقبالی بلوگر بنام مخالف продажный журналист. نوار در روی اکران. تو نومرد من خواهرت بدم. خواهرت گفت که من اومردم. خواهرت گفت. بداشتم. خواهرت گفت. او چای مردگت گفت که من نومردم. کی گفت نومردم؟ و دیم حرامترین ایشان لعنت بانخیل ایشان بانو حاجی اکثر روی اکران مدیناتور یا که شرکتی وطنی لعنت به توری ایشان نوار در روی اکران. در دوبایم زن تابگم کرم در کسی گولا کرد. و سیم پروست یک کنچینی چلاویک حسین اشور نوار در روی اکران. اما اقبال برادرت هست. اقبال برادرت هست و هم عقیده‌ات هست. همو اقبال هم بگم میتونم بروش گوش کیم اینو. اعوذ بالله داشتم نکرد صدوکشی نکرد یا ذات شین داشت. راست میگم. محمد اقبال برادر. چای محمد بگم چای ترا من خدمت گفتم که ایما دلیل بیار. کار نشدم یا باربر ملت هم خیلی کوز میموندم میگویدم بانم خدا یا الله یا باربر شین می ملت. این ملت است می ملت. باجای همه اکای محمد اقبال من گوش کن حرمت کردم سریش کم گذروندی تو من اوزی مردک نم ازانک نمی فوقا گپا گریزونده سه خود چه دیوونه کردی سه انمی میونه ای گفتا میدوا کنیلیز میدویا تو دا اوزی مردک میفورا اوزی زنک نمی فورا مدکو خویا تشکر زیاد جناب عالی. برای که ما امروز آزاد هستیم دولت جمهوری تاجیکستان آرامی ملت و آینده ملت را میخواد. ما از زمین تا آسمان از شما منتظر هستیم. یک جان تشکر. محترم پرزیدنت خلقی جمهوری تاجیکستان. این پایان قسم یک است.